محترم داملا، دختری بیراهگردی را خواستم به زنی بگیرم و او را از این راه باز دارم، ولی با این آیت قرآنی واخوردم که مرا در اندیشه واگذاشت. مرد زیناکار و مشرک نکاح نمی کند مگر زن زیناکار و مشرک را، که این کار بر مؤمنان حرام کرده شده است. این آیت برادر عزیز از آیت سوم سوره نور است که خداوند در این آیت البته آشکارا واضح گفتگی هست که مرد زیناکار زن زیناکار را گیرد، مرد مشرک زن مشرکه را گیرد. тамошобинони гиромӣ ба шумо як эълон дорем. ҳамин либосҳоеро ки мебинед аз интернет магазини Саҳоба метавонед дар рақамҳои экран буда дар тамос шавед ва дастрас намоед. доставка ба тамоми шаҳрҳои Россия ва Тоҷикистон ҳаст. интернет магазини Саҳоба ҳамаи инҳоро бо нархи дастрас ба шумо пешкаш менамояд. силкаи интернет магазин дар комментария ва дар описания закрепит карда мешавад. ширкати шифофармо дороҳоеро пешниҳод мекунад ки барои бемориҳои дарунӣ ва берунии инсон даво бахшанд. аз қабили фишорбаландӣ, гаймарид, бемориҳои меъда, руда, гурда, ҷигар, узвҳои ҳозима, дарди гулу, роҳи нафас ва ғайра. инчунин агар шумо бемориҳои пӯст доред ба монанди псариаз, сафедшавии пӯст, доғҳои сиёҳ, пас дороҳои шифофармо ба шумо кӯмак мерасонанд. ғайр аз ин агар шумо мушкилиҳои урологию гинекологӣ дошта бошед, пас ба ширкати шифофармо муроҷиат намоед ва инчунин машварати тиббӣ бигиред. ҳамчунон барои зиёд кардани риш ва мӯи сар, боқувват кардани мардонагӣ дороҳоеро бо намуди капсула ва равғане ки ба садҳо дар даво доранд пешниҳод менамоянд. و خدایا در دل ما بندگانت محبت خودت را، محبت پیغمبرت را، محبت قرآن و اسلامت را جایگیر بگردان و خدایا غیرت و جسارت مردم مسلمان را باز هم زیاده بگردان و خدایا دین اسلام را بالای همه ادیان غالب و استوار نگه بدار و دشمنان اسلام پروردگار را ضعیف و نابود بگردان و خدایا این جمهوری ما را آرام بگردان، صلح و آسایشتگی را برپا و برقرار نگه بدار و رئیس جمهوری ما را خدای مهربان عمرش را دراز و توفیقش را رفیق بگردان و باز محبتش را نسبت مردم این تاجیک زیادتر بگردان. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا و توفنا مع الابرار برحمتك یا ارحم الراحمین. این مهمان ها را جا کنیم بچه ها. یک گروه مهمان ها هم الحمدلله که از ریان ترسونزاده آمدن، برادرها از حصار آمدن، برادران از دوشنبه آمدن. البته احترام مهمان به همه ما و شما واجب است. خیلی راهی دراز طی میکنند برای زیارت هر کدام ما و شما می آیند. خدای مهربان این قدم هاشون پرفیض و پربرکات بگرداند و خداوند با صحت و سلامت به خاندانشان برساند و ثواب زیارت خدا در نامه اعمالشان کتابت کند. آمین یا رب العالمین. امروز 8 ماه ربیع الاول است. به همه ما و شما معلوم است که ماه ربیع الاول ماهی هست که در این ماه حبیب خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم به دنیا آمدند. خداوند با عصر قسم میخورد والعصر ان الانسان لفی خسر. بعضی مفسران بر این رفتن که این قسم الله به عصر خوردنش به عصر پیغمبر است که زمان پیغمبری خدا به دنیا آمد یک تبدلات، یک انقلاب دنیا را فرا گرفت که مردم را از تاریکی، از گمراهی به روشنی و به هدایت دلالت کرد. این ماهی هست که هر کدام ما و شما باید خرسند باشیم. ماهی هست که باید هر کدام ما و شما شکرانه به سوی الله کنیم. زیرا در کتاب
صاحب معراج و نبوت حکایه میارد که سویبه غلام ابو لهب بود. ابو لهبی که دشمنی سرسخت پیغمبر خدا بود، اگرچند که وی عمک پیغمبر بود. وقتی که آیت آمد و انذر عشیرتک الاقربین، محمد صلی الله علیه و سلم، خدا خطاب دارد از جات خیز، اولین ترس، اولین دعوت را از اولاد خودت سر کن. وقتی حبیب خدا فریاد زد، تمام خویشاوندها را وقتی جمع کرد، به آنها گفت اگر من گویم که از پس این کوه یک گروه ملائکه های هستند که اگر ذره اشاره کنم تمام مردم مکه را نابود میگرداند، باور میکنید یا نه؟ گفتن همگی باور میکنیم، زیرا محمد صلی الله علیه و سلم تو در عمر خود هیچگاه دروغ گفتگی نیستی. گو مبادای این گونه که باشد، من امروز پیغمبر هستم، من هر کدام شما را از خدا بیم میدهم، ترس میدهم، ترک کنید این بت‌ها و این اله‌هایی که میپرستید، به سوی خدا یگانه برگردید. همین ابو لهب، همین عمک پیغمبر، همین دشمنی سرسخت از جای خود خیز چی گفت؟ تبا لک سائر اليوم لهذا جمعتنا. ای محمد هلاک شوی تو، این روزی دراز ما را جمع کردی برای همین یک سخنی که تو پیغمبر شدی. انا همین دشمنی سرسخت نازل شد تبت یدا. انا همین دشمنی سرسخت کنیزی داشت به نام سویبه. وقتی میگوید محمد صلی الله علیه و سلم به دنیا آمد، روز دوشنبه بود، در خانه برادر ابو لهب عبدالله پدر پیغمبر. سویبه که کنیز ابو لهب بود در حال آمد و هدیه و خبر داد ای ابو لهب، امروز در خانه برادری تو فرزند تولد شد. ابو لهب از کی بودن محمد و چی شدن محمد درک نداشت. خرسند شد که در خاندان برادر من فرزند تولد شد. در حال این سویبه را از کنیز بودن خود خالی گردان، به خاطر که تو یک خوشخبر برای من آوردی. صاحب معراج و نبوت میگوید همین ابو لهب در خواب دیدن، گفتن حال چگونه هست؟ گفت حالی که من دارم هیچ دوزخی مثل من حال ندارد. لیکن همان شب دوشنبه گفت عذاب من کمتر می شود، به خاطر که من از تولد پیغمبر کرده بودم. وقتی که این دشمنی خدا، این دشمنی پیغمبری خدا، عذاب او که کم شود، پس حال ما و شما آدمای موحد و دوستدارهای پیغمبر چند قدر بلند باشد، خودتان قضاوت کنید. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیه من ولده و والده و الناس اجمعین، رواه مسلم. پیغمبر خدا میگوید ایمان شما ای امتان من کامل نیست، ایمان شما مستحکم نیست تا زمانی که اگر مرا از فرزندهاتان، مرا از پدر و مادرتان، مرا از تمام یار و رفیقتان، مرا از تمام آن مالی که دارین دوست ندارین، ایمان شما کامل نیست. زیرا در اصل ما از پیغمبر خدا قرضدار هستیم. زیرا زمان پیغمبر خدا آمد، ما و شما را از اخلاق وحشیانه، ما و شما را از راه گمراهی نجات داد و به این روشنی و به این آبادی و به این بندگی الله ما و شما را آورده رسانید. خدا رحمت کند. حضرت مولوی جنونی میگوید شکست احمد در اینجا صد بت و سنگ،
زمانی آمد این بت پرستی ها بود، مردم در بیخی بت ها می افتیدن، خدا گفت و را عبادت می کردن. شکست احمد در اینجا صد بت و سنگ، گرفت میدان ز خونی منکران رنگ. که تا اومد موحد شد خداگو، ز بتخانه به مسجد کرده اند رو. ما و شما بتخانه ها را ترک کردیم. این مسجدی که امروز درهای کشاده دارد، این جوانهایی که امروز در بهترین صورت نشستند، همه این طفیل محمد صلی الله علیه و آله و سلم است. ما باید دوست داریم، باید از او ما دفاع کنیم. باید که البته آن دینی که حقی که خدا به واسطه محمد به ما و شما رسانید، در همه جا باید حمایتگر باشیم. جان ما را برای قرآن و جان ما را برای اسلام و جان ما را برای محمد هر زمان باید که تسلیم کنیم. حبیب خدا چی میگوید؟ مثلی و مثل الانبیاء کمثل رجل بنى دارا فاتمها و اکملها الا موضع اللبینه. حبیب خدا مثال آوردن، مثال من گفت و مثال تمام پیغمبرهایی که هست به منزله یک مردی که خانه بنا میکند به منزله همون است. فاتمها و اکملها، یک مردی که خانه را بنا میکند، پره تیار میکند، بهترین نقش و نگار میکند، الا موضع لبینه. حبیب خدا گفت مگر یک جای غیشت خالی هست، دیگر قصر هیچ جای عیبش ندارد، هیچ کمبودی ندارد. ويجعل الناس يدخلونها ويتعجبون منها لولا موضع اللبینه. پیغمبر خدا گفت بعد مردم میآید این خانه تیار را میدرآیند، اطراف او را نظارت میکنند، افسوس میخورند، لب میگزند از حساب اینقدر قصر میگویند زیبا هست، مگر همین جای غیشتی که خالی هست اگر همین پر میشد دیگر در این قصر هیچ گپی نبود، هیچ کمبودی نداشت. پیغمبر چی گفتند؟ فانا موضع اللبینه جئت فختمت الانبیاء. انا همون موضع خالگی غیشت من هستم، آمدم تا که مکمل گردانم همه پیغمبرها را، تا که زینت دهم همه پیغمبرها را. انا همون موضع خالگی من هستم. انا سید ولد آدم یوم القیامه اول من ینشق عنه القبر. حبیب خدا میگه من سردار فرزندهای آدم هستم در روز قیامت. لا فخر، من به این افتخار نمی کنم، این نعمتی هست که خدا فقط بر من داده است. و اولین قبری که در روز قیامت کشاده می شود قبر کیست؟ حبیب خدا گفتن قبر من است. اولین قبری که در روز قیامت کشاده می شود بود تا زنده آن حبیبی ودود، بود تا زنده آن حبیبی ودود، در غم عاصیان امت بود. تا زمان حضرت میگوید زنده بود، حیات داشت، تا 63 سال حیات خودش که 23 سال این در دعوت و پیغمبری گذشت. تا زنده آن حبیبی ودود در غم عاصیان امت بود. وقتی رفتن حبیب آزاده امتی 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 گفته جان داده. حضرت زمانی که از دنیا گذشتن دیگر این سختی جانم حس نکردن و سختی جانم تکیم نکردن، فقط چی گفتن؟ امتی 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 گفته جان دادن. روز رستاخیز شود آغاز، آن روز قیامتی که در پیش است، آن روز وقتی میگوید آغاز می شود، روز رستاخیز شود آغاز. امتی امتی گفته خیزد باز. زمان قبرم که کشاده شود از جاش نه پدر نه مادر نه اولاد نه فرزند. امتی امتی، حال امتی من چی باشد؟ حال امت چی باشد؟ حضرت در دوام چی گفتند؟ وقتی رفتن سختی جان دید، گفت ای پروردگار عرشی مجید، سختی جان این چونین باشد، امتانم مطیق این باشد. وقتی حضرت میگوید سختی جان دیدن
چگونه که خود دعا میکردن اللهم اعینی علی سکرات الموت و غمرات الموت. زمانهایی که بیمار بود حبیب خدا دعا میکرد پروردگارا برای کندن جان من، برای این سختی هایی که در جان کندن است، برای حبیبت آسان بگردان. وقتی میگوید همین حالت شد، وقتی که این حالت وزنی که بالاش آمد و پروردگار چی گفت؟ ای پروردگار عرشی مجید، سختی جان این چونین باشد، امتانم مطیق این باشد. من که این سختی جان با این قدر و قیمتی خود که کشیدم، تمام امتی من این سختی جان می کشد. از این خاطر از درگاه تو چی طلب دارم؟ سختی جان امتان من بدهی جمله را به جان من. پروردگارا من از تو فقط طمع دارم، فقط زاره و تولا دارم که هر سختی که در جان من است همیشه پروردگارا از امتی من کنده و در جان من بگذار. این بود غمخواری پیغمبر خدا نسبت هر یک امت. امتی که امروز پروای سنت حبیبش ندارد، امتی که امروز تکیه بر سنتش ندارد، و حضرت باشد تمام عمر به گریه و تمام عمر به زاره به سوی پروردگار که امتی مرا خار نگردان، امتی مرا ذلیل نگردان، امتی مرا در روز قیامت شرمنده نگردان. ای پروردگار چی گفت؟ اذن لا ارضا و واحدا من امتی فی النار. پروردگار گفت با عظمتیت قسم از تو راضی نمیشم تا زمانی که یک امتم در آتش دوزخ باشد. من از تو راضی نمیشم، از تو راضی نمیشم. نماند به زندان دوزخ اسیر، کسی را که باشد چنین دستگیر. حضرت سعدی بیهوده هم نگفته نماند به زندان دوزخ اسیر، کسی را که باشد چنین دستگیر. نماند به عصیان کسی در گرو، که دارد چنین سیدی پیش رو. الحمدلله پروردگارا به سوی هزارها شکر میکنیم که ما را چنین پیشوا دادی، چنین معلمی با غیرت دادی. خدایا غیرتی او را، جسارتی او را در دل همه ما امتان جایگیر بگردان. آمین یا رب العالمین. انشاءالله ما خدا خواسته باشد در باب این محبت پیغمبری خدا، در باب عاشق بودن بر محمد صلی الله علیه و سلم انشاءالله یک روز اعلان میکنیم، صحبت ها میکنیم. من برای شما فقط یک عشق مالک ابن انس گویم که صاحب مذهب بودن. حضرت مالک ابن انس میگه در مدینه منوره حیات به سر میبردن، صاحب مذهب است، مثل مذهب ما و شما ابو حنیفه رحمت الله علیه. میگوید هیچگاه از مدینه بیرون سفر نمیکرد. گفتن چرا از بیرون از مدینه نمیبرایی؟ میگفت میترسم که اگر بیرون مدینه روم شاید که خداوند جان مرا بیرون از مدینه گیرد، من از پهلوی پیغمبری خدا محروم شوم، از شهر پیغمبری خدا محروم شوم. برای همین تا مردن برای من سفر کردن حرام است. گفتن این عشق بینید، این عاشقی را بینید. حضرت در کوچه های مدینه میگوید قدمهاش میگذاشت و در هر یک قدمش چی به خیالش میآمد که شاید که همینجا قدم پیغمبر باشد و پاش میگوید بالای همون قدم میگذاشت. میگوید قسم به خدا، میگوید امام مالک ابن انس، هر شب پیغمبری خدا را در خواب میدیدم، هر شب. چگونه عاشق‌ها بودند. ای الله. سوال ها را انشاءالله من جواب میگویم و بعدا خدا خواسته باشد جمعه آینده در باب خیر و احسان و فضیلتش. زیرا بعضی بیچاره های کرفهم، بعضی بیچاره های حسد و حاسدان و بخیل ها، بیچاره هر گونه آوازه ها و دروازه ها تا کجاهای برده رسانیدن، گویا که حاجی میرزا زیدی صدقه باشد، گویا حاجی میرزا صدقه را من میکردگی باشد، دیگر نمیابن، کمبودی نیست، باید که یک کمبودی یافتن در کار. چگونه من مقابل قرآن سخن میگویم، چگونه من مقابل احادیث پیغمبری خدا سخن میگویم، زمانی که پیغمبری خدا میگوید والذی نفس محمد بیده ما نقص مال عبد بالصدقه. قسم به الله میگوید پیغمبری خدا که اگر امتی من در راه الله صدقه کند مال او کم نمی شود.
همون بیچاره هایی که حسد دارن به خدا قسم متن یک حدیث از یاد نمیدانند، متن یک حدیث از یاد نمیدانند. از حدیث هم دورن بیچاره ها، از علم هم دورن بیچاره ها. فقط یک حسد، بخل و کینه و در دلشان جا کردن، قریب که از دین میبرایند، از حساب حسدشان درک ندارند. بسم الله الرحمن الرحیم. این برادر الحال ما را سوال کردند، من سوال های تعجیلی بوده است. محترم داملا، دختری بیراهگردی را خواستم به زنی بگیرم و او را از این راه باز دارم، ولی با این آیت قرآنی وا خوردم که مرا در اندیشه واگذار. مرد زیناکار و مشرک نکاح نمی کند مگر زنی زیناکار و مشرک را، که این کار بر مؤمنان حرام کرده شده است. این آیت برادر عزیز از آیت سوم سوره نور است که خداوند در این آیت البته آشکارا واضح گفتگی هست که مرد زیناکار زنی زیناکار را گیرد، مرد مشرک زنی مشرکه را گیرد. لیکن این آیت را آیت 32 همین نور باز منسوخ کردگی هست. برای همین شما می توانید که به آیت 32 همین چیکار کنید؟ نظارت کنید. انا آیت 32 آیت این 3 نور را بیکار کردگی هست. حتی از این خاطر نزد احناف، نزد حضرت ابو حنیفه، حتی عباره ها هم است که و حبلا من زنا ولا تطاع حتی تضع، یعنی اگر یک زنی که از زنا هم حامله دار شده باشد، ابو حنیفه روایتش نزد مذهبش از زنا هم که حامله دار شده باشد و یا نکاح کردن درست است. فقط چیکار نمیکند؟ فقط با او خانه‌داری نمیکند تا زمانی که این زنا، این ولد زنا را تولد نکند. از این خاطر یعنی جایز است که اگر یگان زن زناکارم که شما اگر یک زن بیراه را اگر شما به زنی گیرین تربیه کنین، ان شاء الله این شما ثواب میگیرین. یا اگر جوانی که بینکاح با یک دختر گشتن، خب دختر را حامله دار کردن، انا این جوان میتواند که همین زنی که با او گشتن بینکاح حامله دارش کرده است و هم نکاح کند گیرد، جایز می شود. لیکن برای اینه که نسبش معلوم است الکه، یعنی همون حامل از همین بچه است، معلوم است این میتواند که تا زاییدن همون کودک با این زن چیکار کند؟ خانه‌داری کردن گیرد. لیکن این فرزند ولد زنا حکم کرده میشه، زیرا که در بین اینها نکاح وجود نداشت. داملای شیرین سخن، این برادرش از ناحیه واسه بوده است. فیته های مگنیتفانی که در آنها سرودهای سرایندگان ثبت شده است، در نظر دارم اودیو مگنیتفان را، و همچنین فیته های ثبت شده کلام الله با تفسیرش، امر معروف، از جمله با صدای شما را میفروشم. کاری خوب میکنم یا بد؟ من برای همه شما برادرای عزیز تا امروز الحمدلله که از آیت قرآن بیرون نشدم، تا امروز از احادیث های صحیح پیغمبر خدا بیرون نشدم. باز میگویم خداوند در قرآن در سوره مؤمنون میگوید قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. خداوند چی میگوید؟ به تحقیق نجات یافت کدام مؤمن، کدام مسلمان نجات یافت؟ همان مسلمان هایی که در نمازشان خاشع هستند، در نمازشان ترسننده هستند، نماز از برای الله میخوانند، نماز آهسته میخوانند، نماز با رکوع و با سجده های ملایم میخوانند. اینها گفت نجات یافتگی هستند. زیرا من دیروز در یک معرکه بودم، فرخار، اونجا ما را سوال کردند که همین نمازی که تیز خوانده میشود آیا در همین یگان وعید است، یگان خبری در قرآن آمده است؟ انا در زیر علمین تفسیر آیت قرآن
مفسران میگویند که نماز باید که خاشعانه باشد، نماز باید که با ترس باشد، نماز باید آهسته باشد. زیرا من برای شما حدیث ابو سعید خدری را گفته بودم، خود صحبتی وی است، این صحابه پیغمبر است. وقتی از یک نفر پرسید، نگاه کرد که بسیار نماز تیز میخواند، رکوعهای تیز دارد، سجده های تیز دارد. حضرت ناراحت شدن صحابه پیغمبر، زیرا وی نماز پیغمبر را با چشم دیدگی بود. فریاد زد گفت کم تصلی هذه الصلات. برادر عزیز گفت این نمازی که الحال خواندی چند سال شد خوانده ایستاده ای؟ منذ 40 سنه. گفت ای ابو سعید 40 سال شد که این گونه نمازی تیز میخوانم. حضرت چی گفتند؟ مثل ما ترسیدن یا مثل ما رعایه کردن؟ نه، اونها رعایه نمی کردن، اونها نمی ترسیدن، اونها هم تا آشکارا می گفتن. گفتن ای جوان ما صلیت منذ 40 سنه. گفتن قسم به الله، گفتن تو 40 سال نماز نخواندی. لو مت على غیر فطرت محمد صلی الله علیه و سلم. اگر تو با همین نمازت از دنیا میگذشتی، حتی تی در دین محمدی نبودی. این سخن ابو سعید خدری است. در دوامش چی گفتند؟ خداوند باز کدام مومن ها نجات می‌یابد؟ والذین هم عن اللغو معرضون. آن مؤمن هایی که از شنیدن سخنهای لغو، سخنهای بیهوده پناه طلب کردن، اینها در نزد خدا نجات می‌یابند. اگر همون سراینده ای که سخنهای بی معنی دارد، شعرهای دارد که از تربیه بیرون است، اخلاق جوانها را ویران میکند، این گونه سرودها را گوش کردن ما و شما سبب نجات ما و شما نیست. زیرا که این السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنه مسئول. خداوند در قرآن میگوید یقین دانین چشمهاتان، گوشهاتان، دستهاتان، پایهای شما در روز قیامت از حیات شما نزد من اخبار میدهند. در کدام راه سر شدن اخبار میدهند. شما خودتون خلاصه شو بدارید. دیروز ما در یک معرکه بودیم، بسیار یک صحبت عجیب شد و حتی یک برادر خیلی قیمتی ما عجایب یک سخنی گفتند در همون سرودهای بی‌معنیی که بعضی سراینده ها می سرایند تماشا کنین. گفتن همون معرکه در فقط زنک میماند و کودک، دیگر هیچ کس نمیماند. موی سفیدای عاقل هیچ کس نمیبینی، آدمای اهل خیرت در اون معرکه نمیبینی. شما میره مشاهده کردی خودتان. در مغازه‌ای که سودا میکنم، اینش از خاولین بوده است، چپته های بردناک و بی برد تشکیل کردند و میفروشم، یعنی اسپرینت. این کاری من به قمار وابستگی دارد یا نه؟ اگر گناهکار شده باشم چیکار کنم؟ اعوذ بالله. عزیز الله، این برادر عزیز الله نام داشته است. یعنی اسپرینت اینا را از روی نقطه نظر اسلام هر چیزی که برد و باخت داشته باشد وای به قمار آمیخته است، وای از حساب قمار حساب کرده می شود. یعنی به قمار البته به البته وابستگی دارد و خداوند در قرآن هم همه ما و شما را از خوردن عرق، از قماربازی، آیتی که من در باب عرق برای شما صحبت کرده بودم، از قماربازی، از عرق نوشی، از بت پرستی، از فالبینی که اینها را پروردگار در قرآن حرام گفت، پلید گفت و ما و شما را گفت اگر از اینها دوری جوید نجات میابید. اینم از همون جمله چی هست؟ جمله قمار هست.